141. مخاطب چیست؟ کلمه و یا عباره که مراجعت را میفهماند مخاطب نام دارد. مثال: کرامت، کتاب را بیار، بالا گذارید دوستان عزیز. مخاطب اعضای جمله نیست و هنگام تحلیل سینتاکسیسی به آن سوال گذاشته نمی شود. 142. اعضای فعلی جمله کدام هایند؟ کلمه، عباره و جمله که با واسطه آنها گوینده مناسبت خود را با مضمون جمله اظهار میکند اعضای فعلی نام دارند. مثال: مکتوب تو حقیقتا مرا خرسند کرد. امسال از روی تخمین من بهار زود می آید. اعضای فعلی در نوشت و دیگر جمله ها با ویرگول جدا کرده می شود. 143. اعضای استثنایی جمله کدام هایند؟ کلمه، عباره و جمله که همچون علاوه استعمال گردیده معنای عمومی جمله و یا یگان اعضای آن را واضح و عمیق می‌کند اعضای استثنایی نام دارد. مثال: در مدت 2 ماه اکتبر و نوامبر هیچ کس نآمد. اعضای استثنایی از تب تلفظ شده در نوشت با تیره، ویرگول و قوس جدا کرده می شوند. 144. نطق عیناً نقل شده چیست؟ اگر در متن سخنان شخص عیناً به تغییر آورده شوند آن را نطق عیناً نقل شده می گویند. 145. مکالمه چیست؟ گفتگوی دو و زیاده شخص را مکالمه می نامند. هنگام نوشتن مکالمه سخن هر یک گوینده از اول خط و با تیره سر کرده می شود. 146. اسلوب های زبان تاجیکی کدام هایند؟ 5 اسلوب زبان تاجیکی معلوم است. 1. اسلوب بدیعی، خصوصیتش آبرزناکی. 2. اسلوب علمی، خصوصیتش استفاده اصطلاحات. 3. اسلوب خبرنگاری، خصوصیتش تشویقات. 4. اسلوب رسمی کارگزاری، در نوشتن حجت ها استفاده می شود. و 5. اسلوب گفتگویی، خصوصیت لهجوی دارد. 147. زده منطقی چیست؟ سختتر و بلندتر تلفظ شدن یکی از کلمه های جمله را زده منطقی می نامند. 148. تعبیر یا اینکه فرازیولوژیسم چیست؟ افاده و عباره هایی که معنای یک لغت مجازی دارند تعبیر یا فرازیولوژیسم نامیده می شوند. افاده و عباره ها وقتی به تعبیر تبدیل می یابند به شکل استوار و معنی مجازی پیدا کنند. مثال: برگ سبز تحفه، گرگی باران دیده، با تجربه. 149. ترکیب لغوی زبان چیست؟ همه این دارایی زبان یعنی تمام کلمه های زبان را ترکیب لغوی زبان می نامند. 150.
فاند لغوی زبان چیست؟ کلمه های حیاتاً مهم و اساسی زبان را که قریب همه روزه استفاده می شوند فاند لغوی زبان می نامند. مثلا آب، زمین، گفتن، رفتن، نام، دست، چشم، دیدن و غیره.